در این وطن بهشت آسا که از پروردگار به ما همچون هدیه داده شده است، یک زندگی واقعا بهشتانه داشته باشد. نشود که از لحاظ طبیعت پروردگار به ما یک وطن بهشت آسا را داده است، ولی از لحاظ زندگی بود و باش به مثل یک دوزخ باشند مردم در آن و از وطن فرار کنند. یک برادر با نام سراج الدین مهاجر سوال فرستاده است که ما مهاجران دیگر پول ایستادن در روسیه نداریم، منتظر رفتن به وطن هستیم، لیکن مری مسکو سبیانین اعلان کرد که به آنها قوه کاری نمیرسد. نظر شما چیست؟ آینده چی می شود؟ ایستیم اینجا یا وطن رویم بهتر؟ ببینید شما، من حالا در حالت نیستم که با شما توصیه بدیم بگویم که نه حتما در مسکو باقی بمانید، در تاجیکستان جای کار نیست اینجا کار کنید، چون که شما میتوانید در روسیه باقی بمانید یا در قزاقستان با همون امید اون که کرونا ویروس تمام می شود و شما صاحب کار می شوید، این باقی مانده پولی که دارید اونم از بین می رود، حتی ممکن دیگر پولی بازگشت به وطن هم نداشته باشید. دیگر یقین هست که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش هواپیمای بی پول نمیفرستد مثل کشورهای دیگر دنیا، بلکه نرخ بلیط رو باز یک برابر بیشتر کردند. پس در این حالت به نظر من این است که شما اگر امکان هست برگردید به تاجیکستان. چرا؟ هم حداقل در کنار زن و بچه و پدر و مادر خواهد بود که در این روزهای دشوار هم برای آنها هم برای شما نزدیک بودن با هم انسانها را اون فشار روانی را کمتر میکند، سبکتر میکند. و اما یک مسئله دیگر است که از لحاظ استراتژی باید ما فکر کنیم. اگر شما برگشتید به تاجیکستان و دیگر در اونجا جای کار نباشد که حتما نیست، دیگر الکی معلوم است وضعیت، باید که هم سازمان هایی که در روسیه کار میکنن، سازمان های دفاع از حقوق مهاجرین، بخصوص سازمان های تاجیکی، حالا نمیدونیم وضعیتی که برادر عزت امان دارد، فشارهایی که بالای او هست، آیا میتواند این کار را انجام داده؟ اگر نه، اون نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان، سفارت تاجیکستان، وزارت مهنتی تاجیکستان در یک جایگی با نهادهای بین المللی برای مهاجران تاجیک در آینده در روسیه، در قزاقستان، در هر جای دیگری که باشد، باید یک شرایط خوبی کاری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معاش، از لحاظ حقوقی و از همه مهمش از لحاظ طبی باید که آماده کنم. امروز مهاجر تاجیک وقتی که به این مشکل گرفتار شد در روسیه، این مهاجر کوچه میروبد، جنگل میبرد، این همه کارهای سنگین را میکند، خیشت میکشد، در پدوالها خواب است، به بودجه روسیه پول میدارد، به بودجه تاجیکستان پول میدارد، به خویش و تبار و به خانواده‌اش پول تامین میکند. وقتی که این مصیبت بالای سر مهاجرین آمد در پدوالها، در جنگلها، ما دیدیم وضعیت را، نه حکومت روسیه به کمک آنها رسید، نه حکومت تاجیکستان، و حتی ما بعض نوارها را دیدیم که خویش و تبارها میگن که خب دیگر اکنون طاقت کنید و در همین شرایط هم منتظرن که مهاجر بیچاره با آنها پول بفرستد. اینها را نه با استراخوفکای تیبی تامین کردن، نه با یگان استراخوفکای که در حالت بیماری اینها چیکار کنند، با تقدیر خود گر سپرده شدند. و من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که هم خود مهاجرین زحمت بکشند و یک جمعیت های تشکیل کنند که از حقوق آنها در روسیه، در دیگر کشورها دفاع کرده توانند، و در آینده قبل از آن که به روسیه برای کار بیایند باید اول حجت در دست داشته باشند که سقوطه طبی آنها، استراخوفکای آنها چی می شود اگر اینها کسل شدند، بی معاش ماندن، اگر اینها را از منزل، از جای کار بیرون کردن، اینها را کی سقوطه میکند؟ در تمام دنیا، در همین اروپا هم اگر یک آدم می رود کار میکند، چه مهاجر است چه شهروند، اول او را از تمام این حالت ها سقوطه میکنند. در صورتی که یک بی‌عدالتی شد یا یک حادثه شد، او مطمئن است، دلش پر است که در کوچه نمیموند، به تبابت نمیموند و معاشش داده می شود. من فکر میکنم که مهاجرین ما برگردند به تاجیکستان در این شرایط، اگر میتوانند در اونجا یک مدت رو نزد پدر و مادر بگذرونند، و اگر میخواهند که دوباره به روسیه برگردند، شرایط کاری بهتر شود و جای کار پیدا شود، قبل از آمدن دیگر همون مثل پیشینه به طور خواتیکی نه، بلیط را گرفت و خداحافظی کرد و لباسا را گرفت به روسیه آمد، بعد در اینجا شروع میکند به جای کار کافتن. من فکر میکنم دیگر این اشتباه را نکنیم، بلکه از همون از قبل با یک شرطنامه، با
داشتن بعضی کفالت‌های مینیمالی بررسی برای کار بیاییم بهتر است. و از همه مهمش دوستان عزیز، من فکر میکنم که اگر به وطن برگشتید و اونجا موندید، از حکومت تاجیکستان طلب کنید که در داخل وطن برای شما جای کار پیدا کند. چرا شما همیشه در یک حالت معلق نامعینی باشید در اسیا که تقدیرتون چی میشود؟ وطن ما و شما هست، وطن یک گروه نیست. شما برگردید به وطن، این سوال ها را از وطن بدهید، این فعالیت ها را در وطن کنید و اجازه ندهید که این مردم رو به این حال بیارن.